داستان کوتاه دشت لاله‌های وحشی، نویسنده میخائیل شولوخوف. در کرانه رود دون، روی تپه‌ای که گرمای خورشید علف‌هایش را سوزانده بود، من و بابا زاخار در زیر درخت آلوچه وحشی دراز کشیدیم. لاشخوری قهوه‌ای رنگ نزدیک توده ابرهای فلس مانند در پرواز است. برگ‌های درخت آلوچه که با فضله پرندگان رنگ‌آمیزی شده تکان نمی‌خورد و خنکی هم از آنها احساس نمی شود. از گرمای شدید تو گوشهای آدمی صدا می کند. وقتی کسی به پایین به چین و شکن موجهای دون یا به پوستهای له شده هندوانه در زیر دست و پا نگاه می کند، آب لزجی در دهانش جمع می شود و تنبلیش می آید آن را تف کند. در دره کم عمق در کنار آبگیر کوچکی که در حال خشک شدن است، گوسفندان تنگ هم ایستادند. دنبه‌هایشان را تکان می‌دهند و از شدت گرد و غبار عطسه می‌کنند. برای درشتی در کنار بند آب پستان گوسفندی را که پشمش چرک و زرد شده می‌مکد و گاهی با سرش به پستان مادر می‌زند. میش در حین شیر زدن قوز می‌کند، ناله سر می‌دهد و از حالت چشم‌هایش حس می‌کنم که دردش می‌آید. بابا زاخار در کنارم نشسته. پیرمرد پیراهن بافتنی پشمیش را در میآورد، چشمهایش را تنگ میکند، در میان چینها و درسهای آن با تأنی به دنبال چیزی میگردد. از 71 سال کم دارد. پوست پشت برهنه‌اش پر از چین و چروک است و تیزی و سخان شانه‌هایش از زیر پوست نمایان. ولی چشمای آبی رنگش جوان می نماید و نگاهش از زیر ابروهای خاکستری رنگش نافذ و دقیق است. شپشی را که گرفته به زحمت در میان انگشت‌های پینه بسته و لرزانش با احتیاط و به نرمی نگه می دارد. آن را روی زمین می گذارد. با دست در هوا صلیب کوچکی می کشد و با صدای گرفته و خفه‌ای می گوید: برو جونه بر، مگه نمیخوای زنده بمونی؟ عجب، ببین چقدر خون خورده. پیرمرد به زحمت دوباره پیراهن را به تن می کند و در حالی که سرش را بالا گرفته از قمقمه چوبی آب ولم را در دهان می ریزد. با هر جوره آبی که از گلویش پایین می رود، سیب آدمش تکان می خورد. دو چین نرم و چروکیده از زیر چانه تا گلویش ادامه دارد. قطره‌های آب از ریشش فرو می ریزد و نور خورشید از میان پلک‌های زرد زعفرانی‌اش گذشته آنها را به رنگ سرخ در می‌آورد. پیرمرد در قمقمه را می‌بندد و از گوشه چشم نظری به من می‌اندازد. نگاهش با نگاهم برخورد می‌کند. لب‌های خشکش به حرکت در می‌آید و نگاهش را به طرف دشت برمی‌گرداند. امواج گرما که از زمین بلند می‌شوند در آن سوی دره به مانند سراب به نظر می‌رسند. باد در روی زمین سوخته می‌وزد و بوی عسل آویشن را همراه می‌آورد. بابا زاخار پس از اندکی سکوت چوب شبانیش را کنار گذاشته با انگشتی که از دود توتون زرد شده به دور اشاره می‌کند. نوک شاخه‌های درخت‌های کبوده رو که اونور آبگیره می‌بینی؟ اونجا ملک توپولوفکا است. به خانواده تومیلین تعلق داره. ده رعیت نشین هم همون طرفه و همون اسمو داره. قدیما دهقانای زرخرید اونجا زندگی میکردن. پدرم تا آخر عمر درشکچی ارباب بود. خودش برام تعریف کرد که ارباب یولوگراف تومیلین او رو با یک لکلک خانگی ارباب ملک پهلویی معاوضه کرده بود. پدرم که اونش رو به شما داد. من به جاش درشکچی ارباب شده. ارباب اون وقتا حدود 60 سال داشت. چاق و چله و سرخ و سفید بود. در جوانی توی گارد تزار خدمت میکرد. وقتی خدمتش تمام شد به ناحیه دون آمد تا بقیه عمرش رو همونجا بگذرونه. زمینش رو قزاقای دون گرفته بودن. دولت به جاش 3000 دسیاتین زمین طرفای ساراتوف بهش داد.
حیثیت این مقیاس 100 در روسیه برابر با 1.9 هکتار. زمین رو به دهقانهای همونجا اجاره داد و خودش در توپولوفکا باقی موند. آدم عجیب و غریبی بود. همیشه لباس بلندی مثل شنل که از ماهوت نازک بود میپوشید و خنجری به کمر میبست. هر وقت مهمونی میرفتیم، همین که از ملک خودمون خارج میشدیم داد میزد: پس فطرت تون برون، پس فطرت تون برون. منم اسب و شلاقکش میروندم، طوری میروندم که چشام از باد پر اشک میشد. گاهی به دره کم عمقی میرسیدیم که سیلاب‌های بهاری اونو ناهموار و پر از دستانداز کرده بود. درشکه بالا و پایین میپرید، چرخهای عقب دنگ و دونگ صدا میکرد. تقریبا نیم برس که دور میشدیم، برس مقیاس طول در روسیه برابر با 1.6 کیلومتر. ارباب داد میزد برگرد. درشکه رو برمیگردوندم، به طرف دره میروندم. خلاصه تا 2-3 بار این کار تکرار نمیکرد دست بردار نبود. یا فنر میشکست یا چرخ از محورش جدا میشد. اون وقت فحش نامفهومی بر زبان میآورد و پیاده راه میافتاد. منم دهنه اسبا رو به دست میگرفتم و دنبالش میرفتم. یه تفریح دیگه هم داشت. گاهی از ملک خارج میشدیم میومد پهلوم مینشست و شلاق از دستم میگرفت و میگفت: اسب وسطی به عهده تو. منم وسطی رو میتازوندم. اونم با شلاق به جون یکی از کناریا میافتاد. درشکم و 3 اسبه بود. اسبای کناری از اسبای اصیل ناحیه دون بودن. وقتی میتاختن مثل کفچه مار سرشون رو به این ور و اون ور خم میکردن. انگار میخواستن زمین رو بلیسن. اونقدر گرده اسب و شلاقکش میکرد که خط خط میشد و تن حیوان خیس عرق میشد. بعد خنجر تیزش رو از غلاف بیرون میکشید، خم میشد و قرچ افسار اسب رو مثل یه تار مو میبرید. حیوان یهو کله ملق میزد و چند زر جلوتر نقش زمین میشد. خون از سوراخ‌های دماغش فواره میزد و سقط میشد. بعد همینطوری به جون اسب دومی میافتاد. وسطی را هم میتازون تا از نفس بیفته و نفله بشه. ارباب نه تنها ناراحت نمیشد بلکه لذت هم میبرد. طوری که از شدی گونه‌هایش گل میانداخت. هیچ وقت نشد که با درشکه به مقصد برسه. یا درشکه رو داغون میکرد یا اسبا رو نفله میکرد و بعد پیاده راهش رو ادامه میداد. بله، ارباب خیلی شاد و سرحال بود. هرچی بود گذشته. هزار خدا خودش قضاوت کنه. دوروبر زنها خیلی میپلکید. زنم خدمتکار ارباب بود. گاهی دوون دوون با پیراهن پاره شده به خونه برمیگشت و به گریه میافتاد. معلوم بود که ارباب کتکش زده و سینه‌ش رو گاز گرفته. شبیه منو پی پزشکیار فرستاد. فهمیدم که به پزشکیار احتیاجی نداره. میخواد منو با این کلک از خونه دور کنه. ساعتی در بیابون موندم و برگشتم. از راه انبار به خانه وارد شدم. اسبا رو تو باغ ول کردم. شلاق رو برداشتم و یه راست به اتاق خودم رفتم. در آهسته باز کردم و پیه‌سوز و مخصوصاً روشن نکردم. صدای تلاش و تقلا از طرف تخت خواب می اومد. همین که ارباب از جو بلند شد شلاق حوالش کردم. یه تیکه سرب به نوک شلاقم بسته بودم. تو تاریکی حس کردم که داره به طرف پنجره میخیزه. شلاق محکم به پیشونیش زدم. از پنجره به بیرون پرید و فرار کرد. چند شلاق هم حواله زنیکه کردم و خوابیدم. تقریباً 5-6 روز بعد که به استانیتسا رفتیم داشتم بند اسبا رو به درشکه میبستم. دیدم ارباب شلاق رو برداشته و نوکش رو داره امتحان میکنه. شلاق رو تو دستش چند بار چرخوند و بعد نوک سربیش رو به دست گرفت و پرسید: آهای پدست سگ، چرا به نوک شلاق سرب بستی؟ منم جواب دادم شما خودتون دستور داده بودین. دیگه هیچی نگفت.
و تمام راهو تا وقتی که به دره اولی رسیدیم آهسته برای خودش سوت میزد. زیر چشمی نگاهش کردم، دیدم موهاشو رو پیشونیش ریخته و کلاهشو تا رو ابروها پایین کشیده. 2-3 سال بعد سکته کرد و مرد. اول اونو بردنش به اوست مدودیستا و دکترای زیادی رو خبر کردن. روی کف اتاق افتاده بود. رنگ و روش کبود شده بود. اسکناسا رو دست از جیبش در می آورد و پرت میکرد و با صدای خفه میگفت پس فطرتا خوبم بکنید، دارو ندارم و بهتون میدم. خدا بیامرز پولا رو گذاشت و از این دنیا رفت. تنها وارثش پسری بود که در ارتش درجه افسری داشت و چیزی از او کم نداشت. وقتی بچه بود سگ توله ها رو زنده زنده پوست میکند و ولشون میکرد. عین باباش بیرحم بود. بزرگتر که شد دست از این کاراش برداشت. باریک اندام و قد بلند بود. زیر چشاش مثل زیر چشای زنا کبود بود. عینک دور طلایی زنجیردار میزد. در جنگ با آلمان در سیبری سرپرست بازداشتگاه اسرا بود. بعد از کودتا سر و کله‌اش اینجا پیدا شد. در اون سالا بچه‌های پسر خدا بیامرزم بزرگ شده بودن. سیمیون نوه بزرگه رو زن داده بودم. آنیکی کوچکتره هنوز عزب بود. با اونو زندگی میکردم. سر و ته زندگی رو هر طور بود به هم می آورد. بهار دوباره کودتا شد. موژیکا ارباب جون از ملک بیرون کردن و سیمون همون روز در جمع دهقانا گفت که باید زمینای ارباب رو تقسیم کنیم و اموالش رو به خونه هامون ببریم. همین کارو هم کردن. اموالش رو غارت کردن و زمیناش رو هم تقسیم کردن و مشغول شخم زدن شدن. 1 هفته بعد شاید هم کمتر شایع شد که ارباب داره با عده‌ای قزاق میاد و قصد داره همه رو گردن بزنه. همه جمع شدن و قرار گذاشتن 2 گاری به ایستگاه بفرستن تا اسلحه بیاره. هفته میلاد مسیح بود که از طرف گارد سرخ اسلحه آوردن. اونجا رو میبینیم، اونجایی که بوته‌های آویشن کپه کپه در اومده. دهقانا اونجا سنگر گرفتن. سیمیون و آنیکی منم همونجا بودن. زنها صبح براشون غذا بردن. وقتی آفتاب به وسط آسمون رسید سر و کله سوارا بالای تپه پیدا شد. مثل سیل سرازیر شدن. شمشیراشون تو آفتاب برق میزد. خودم از کنار انبار دیدم نفر جلویی که سوار اسب سفید بود با اشاره شمشیرش فرمون داد. سوارا مثل مور و ملخ از تپه سرازیر شدن. اسب سفید رو شناختم. مال ارباب بود. خودش هم سوارش بود. دهخانه ما 2 بار اونا رو پس دادن ولی دفعه سوم قزاقا از پشت حمله کردن. حقه زدن و بکش شروع شد. آفتاب که غروب کرد جنگم تمام شد. از خونه بیرون اومدیم. دیدم که سوارا عده زیادی از دهخانا رو از وسط کوچه به طرف ملک ارباب میبرن. منم با چوب بغلی لنگان به همون طرف رفتم. موژیک‌های ما تو حیاط ارباب مثل گوسفند دور هم جمع شده بودن. دور تا دورشون رو قزاقا گرفته بودن. جلو رفتم پرسیدم برادر نوه‌های منو ندیدین؟ اونا خودشون از میان جمعیت جوابمو دادن. داشتیم با هم گپ میزدیم که دیدم سر کله ارباب رویون پیدا شد. همین که منو دید زاد زد آهای بابا زاخر این تویی؟ گفتم بله قربون خودمم. پرسید اومدی چی کار؟ به پلکان نزدیک شدم و زانو زدم. اومدم نوه‌هامو نجات بدم. ارباب رحم کن. یه عمر به ابوی مرحوم خدمت کردم. خدا رحمتش کنه. خدمت و صداقت منو به یادت بیار. رحمی به من پیرمرد کن. ارباب گفت بابا زاخار به خاطر خدماتی که به پدر مرحومم کردی برات احترام زیادی قائلم. خاطرتو خیلی میخوام ولی نمیتونم نوه‌هاتو آزاد کنم. شورش به پا کردن. چاره نیست بابا زاخار. به رضای خدا راضی باش. پاهاشو بغل کردم و 4 دست و پا روی ایوون دنبالش خزیدم. گفتم ارباب رحم کن عزیزم. یادت بیار که بابا زاخار چقدر بهت خدمت کرده. سیمیون من بچه شیرخوار داره از بین نبرش.
سیگار خوش عطرش رو روشن کرد و دودش رو به هوا داد و گفت برو به اون پس فطرتا بگو بیان تو اتاقم و معذرت بخوان. اون وقت به خاطر پدر مرحومم میرم اونا رو چند تا شلاق بزنن، بعد در دسته خودم قبولشون میکنم تا با خدمت صادقانه گناه شرم‌آورشون رو پاک کنن. با عجله رفتم تو حیاط، آستین نوه‌هامو گرفتم و گفتم احمقا بریم به خاک بیفتین تا وقتی نگفت شما رو میبخشم از جاتون بلند نشین. سیمیون ابدا سرش رو بلند نکرد، همونطور که نشسته بود با یه تیکه چوب خطایی روی زمین میکشید. ولی آنیکی که ساکت به من خیره شده بود یهو گفت برو پیش اربابت بهش بگو بابا زاخاریان به شما اربابا تعظیم کرد و به دست و پاتون افتاد. پسرش هم این کارو کرد ولی نوه‌هاش دیگه نمیخوان از این کارا بکنن. همینطور بهش بگو. گفتم طول سگ پس نمیای؟ گفت نه نمیام. بهش گفتم واسه تو مردن و زنده موندن فرقی نداره، ولی سیمیونو چرا با خودت میکشی؟ زن و بچه به امید کی بذاره؟ دیدم دسته سیمیون لرزید، همونطور که خاک و با اون تیکه چوب میکند انگار دنبال چیزی میگشت و لبتر نمیکرد. مثل گاو ساکت بود. آنیکی جواب داد برو پدر بزرگ، ما رو از راه در نبر. گفتم نمیرم. مردشور ترکیب تو ببره. اگه بلایی سر سیمیون بیاد زنش خودش عبه میبره. شاخه‌ای که دست سیمیون بود شکست. هرچی منتظر شدم حرفی نزدن. گفتم سیمیون جون عزیزم، نون بیار من. به خودت بیا، برو پیش ارباب. آنیکی خشمین جواب داد بس دیگه، به خود اومدیم، برو خودت به دست و پای اربابت بیفت. گفتم سرزنشم میکنی که به دست و پای ارباب افتادم؟ چی میشه کرد؟ من دیگه پیرم، آفتابم لب بومه. از بچگی به جای پستون مادر شلاق ارباب مکیدم. حتی آرم نیست که به دست و پای نوه‌های خودم بیفتم. زانو زدم و پیشونیمو به خاک گذاشتم و التماس کردم. موژیک‌ها مخصوصا روشون رو برگردوندن که وانمود کنن نمیبینه. آنیکی نعره زد با بزرگ برو، بس دیگه، برو، میکشمت. دهنش کف کرده بود و چشاش مثل چشای گرگ تیر خورده وحشتناک شده بود. دوباره رفتم پیش ارباب، به پاش چسبیدم طوری که نتونست اونا رو رها کنه. نمیتونستم حتی یک کلمه حرف بزنم. پرسید پس نوه‌هات کجان؟ گفتم ارباب میترسن بیان. عجب، پس میگی میترسن. دیگه حرفی نزد. با چکمش زد تو دهنم و به طرف ایوان رفت. بابا زاخار به نفس نفس افتاد. صورتش برای لحظه‌ای چروکیده تر و بیرنگ شد. به سختی تونست جلوی گریه‌اش رو بگیره. لب‌های خشکیده‌اش رو با کف دست پاک کرد و رویش رو برگردوند. در آن سوی دره لاشخوری که در حال پرواز بود بالهایش رو به سوی زمین متمایل کرد و مثل جسم سنگینی در سبزه‌ها فرود آمد و هوبره‌ای را به چنگال گرفته به هوا برخاست. پره‌های هوبره مثل دانه‌های برف در هوا پخش شدند و برق آنها در زمینه سبززار چشم را می‌زد. بابا زاخار فین کرد و انگشت‌ها را با دامن پیراهن بافتنی پشمیش پاک کرد و ادامه داد منم به دنبالش به ایوان رفتم. دیدم آنیسیا زن سیمیون بچه‌شو بغل گرفته داره میدوه. این همون لاشخور خودشو به شوهرش رسونید و بهش چسبید. ارباب استوار صدا زد و سیمیون و آنیکی رو بهش نشون داد. استوار همراه 6 قزاق اونها رو به جالیز ارباب بردن. منم دنبالشون رفتم. آنیسیا بچه رو وسط حیاط انداخت و دنبال ارباب را افتاد. سیمیون جلوتر از دیگران بود. وقتی نزدیک طویله رسید نشست. ارباب پرسید چرا نشستی؟ سیمیون در حالی که لبخندی بر لب داشت گفت چکمه پامو میزنه، از پا افتادم. چکمه‌اش رو از پا در آورد و به من داد. پدر بزرگ به سلامتی پات کن. تختش دولاست، خیلی محکمه. چکمه‌ها رو برداشتم و دوباره راه افتادیم. وقتی به جالیس رسیدیم نوه‌هامو کنار حصار وایستوندن. قزاقا مشغول پر کردن تفنگشون بودن. ارباب در کناری وایستاده بود و با قیچی کوچکی ناخناش رو میگرفت. دستش مثل برف سفید بود. گفتم ارباب اجازه بدین لباساشون رو بکنن. لباساشون خوبه، به درد ما فقیر فقرا میخوره. ارباب گفت بذار در بیارن. آنیکی
شلوارش رو در آورد. پشت رو کرد و رو لبه نرده آویزون کرد. بعد کیسه توتونش رو از جیبش در آورد و چوپقش رو چاق کرد و پکی زد و دودش رو حلقه حلقه بیرون داد. بعد توفش رو به اون طرف پرچین انداخت. سیمیون هم لخ شد، حتی لباسای زیرش رو که کرباسی بود کند، ولی کلاه رو فراموش کرد از سرش برداره. منم یه حالی بودم که نگو نپرس، گاهی مثل تب کرده ها گرمم میشد و گاهی لرزم میگرفت. دستی به سرم کشیدم، دیدم خیس عرقم و عرقم مثل آب چشم سرد بود. نگاه کردم، دیدم ردیف وایسادن. سینه سیمیون پر از مو بود، لباس به تن نداشت ولی کلاه سرش بود. آنیسیا که دید شوهرش لخت وایستاده و فقط کلاه سرشه، به طرف اون پرید و مثل پیچک که به دور درخت بلوط میپیچه بهش پیچید. سیمیون اونو از خودش دور کرد. گفت برو بیشرم، حیا کن، به خودت بیا. جلوی مردم خوب نیست، مگه نمیبینی که لختم؟ حیا کن. اونم موهاشو پریشون کرد و نعره کشید. گفت بذار به هر دومون شلیک کنن. ارباب قیچی کوچیکو در جیبش گذاشت و پرسید شلیک کنن؟ شلیک کن لعنتی. اینو به ارباب گفت. ارباب هم دستور داد اونو به شوهرش ببندید. انیسیا به خود اومد و خواست فرار کنه ولی دیگه دیر شده بود. قزاقا که از این دستور ارباب خوششون اومده بود به خنده افتادن و با افسار اسب اونو به شوهرش بستن. زنی که احمق زمین افتاد و شوهرش رو هم به زمین انداخت. ارباب بهشون نزدیک شد و در حالی که از شدت خشم دندون قروچه میرفت پرسید شاید به خاطر بچت معذرت بخوای. سیمیون ناله کنان گفت باشه معذرت میخوام. حالا دیگه از خدا معذرت بخواه. معذرت خواهی از من دیگه دیر شده. هر دوشونو همونطوری که رو زمین افتاده بودند با تیر زدن. آنیکی بعد از تیراندازی تکونی خورد اما فوراً نیفتاد. اول رو زانوهاش نشست و بعد به پشت غلتید. ارباب نزدیکش شد و با لحنی نوازشگر پرسید میخوای زنده بمونی؟ اگه میخوای معذرت بخواه. فقط میدم 50 تا شلاق بزنن و به جبهه بفرستنت. آنیکیا به دهنش رو جمع کرد ولی زورش نرسید که به صورتش پرتاب کنه و از چونش سرازیر شد. از شدت خشم رنگ به صورتش نمونده بود. دیگه فایدهش چی بود؟ 3 تا گلوله تنش رو سوراخ سوراخ کرده بود. ارباب دستور داد ببرید وسط جاده درازش کنین. قزاقا اونو کشون بردن و از پرچین انداختن وسط جاده. همون وقت که دسته 100 نفری قزاق سوار با عرابه توپ از توپولوفکا به طرف استانیتسا میگذشت. ارباب مثل خروس از پرچین بالا رفت و داد زد آهای سوارا، اسبا رو طوری بتازونین که درست از روش رد بشین. موهای تنم سیخ شد. لباسا و چکمه های سیمیون تو دستم بودم و زانوهام دیگه زور نداشت، خود به خود خم میشدن. معلوم شد ذره از محبت خدایی تو دل اسبا بود. هیچ کدومشون آنیکی رو لگد نکردن. همشون رو روش پریدن. به پرچین چسبیدن. موجه نمیزدم، آب دهنم خوش شده بود. چرخهای عرابه توپ از روی پاهای آنیکی رد شدن. قلم پاهاش مثل نان خشک زیر دندان صدا کردن. هر دو پاش مثل نی نازک له و لورده شد. با خودم گفتم که از زور دردم شده الان میمیره. ولی نه صدایی ازش در اومد و نه ناله‌ای. همونطور که رو زمین افتاده بود سرشو تو خودش فرو برده بود و مش مش خاکو تو دهنش فرو میبرد. خاکو میجوید و به ارباب زل زده بود. چشش مثل آسمون صاف و آبی روشن و شفاف بود. ارباب تامیلین اون روز 32 نفر رو تیربارون کرد. تنها آنیکی زنده بود. اونم به خاطر غرورش. بابازاخار آب قمقمه چوبی رو با حرص و ولع سر کشید. لبهای چروکیده و بیرنگش رو با کف دست خشک کرد و از روی بیمیلی داستانش رو به پایان برد. خب همه اینا دیگه مال گذشته است. از اون زمانا فقط اون سنگر که موژیک ها برای گرفتن زمین توش سنگر گرفته بودن و می جنگیدن باقی مونده. اون سنگر علف های هرزه و بوته های جور و جور پوشونده. پاهای آنیکی رو بریدن.
حالا رو دستاش راه میره و تنش رو زمین میکشه. ظاهرا شاد و سرحاله. هر روز با پسر سیمیون کنار دیوار وای میستن و قدشون رو اندازه میگیرن. پسره داره جلو میزنه. زمستونا گاهی از خونه در میاد و تو کوچه میشینه. وقتی مردم گاو و گوسفندشون رو به طرف رودخونه میبرن آب بدن، اونم وسط جاده میشینه و دستاش رو بلند میکنه. گاوا که بهش برمیخورن میترسن، انگار از اعجوبه‌ای که تا حالا ندیدن فرار میکنن و روی یخها سر میخورن. آنیکی هم میخنده. فقط یه دفعه دیدم که یه روز اول بهار تراکتور مزرعه تعاونی داشت زمیناشون رو شخم میزد. زمینای تعاونی پشت زمینای ماست. آنیکی هم رفت اونجا به تماشا. منم همون نزدیکا گوسفند میچروندم. دیدم خودش رو روی زمینای شخم زده میکشه. با خودم گفتم ببینم چی کار میخواد بکنه. دیدم نگاهی به دور و بر کرد و وقتی مطمئن شد کسی اون نزدیکا نیست خودش رو زمین انداخت. اول صورتش رو به زمین چسبوند. بعد یه تیکه بزرگ زمین نمناکو که با خیش برگردانده شده بود برداشت، بغل کرد، نوازش کرد و بوسیدش. 25 سالشه ولی تا عمر داره نمیتونه زمین رو شخم بزنه. واسه همینه که قصه میخوره. دشت لاله های وحشی را هوای تاریک روشن دودی رنگ و مه‌آلود غروب فرا گرفته بود. زنبورهای عسل آخرین سهم خود را از گلبرگ‌های پژمرده آیشم می‌ربودند. بشته‌ها نوعی گیاه صحرایی است که کاکل پرپشت و افتان دارد. کاکل‌های سفید و افشانشان را مغرورانه تکان می‌دادند. گله گوسفندان در دامنه کوه به سوی توپولوفکا در حرکت بود. بابا زاخار به کمک چوب دستیش ساکت و صامت به دنبال گله راه می‌رفت. رد پای درشت گرگ و شیارهای مورب و بلند رد چرخهای تراکتور توپولوفکا نقش‌هایی در هم روی خاک نرم و صاف جاده پدید آورده بود. این ردها جایی که بوته‌های 1 ساله به جاده متروکه که روی آنها را بوته بارهنگ پوشانده بود میرسید از هم جدا میشد. رد پای گرگ به سوی دره نزدیک و ناپدید شده بود که از انواع علف‌ها و بوته‌ها پوشانده شده بود. روی خاک نرم جاده فقط یک رد باقی مانده بود. رد درازی مثل شیار صاف و عمیقی که بوی نفت سوخته از آن به مشام می رسید. ژوئن 1926